اگر که شما قادر باشی یک تویوتا لندکروز مدل 3 سال کار کرد رو با قیمت 1 میلیارد تومان خریداری بکنی، حاضری بری اینو بخری یا بری یه 206 یا 207 1 میلیارد تومانی بخری؟ فرق نمیکنه. ببین شما وقتی که نه فرق نمیکنه. لندکروز با 206 هیچ فرقی نمیکنه. سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. اینجا اینیامونه و قراره با هم دیگه یک موضوع بسیار مهم دیگر رو بررسی بکنیم و اونم این هستش که با یک بودجه مشخص ماشین صفر کیفیت پایینتر بخریم یا ماشین دسته دو کیفیت بالاتر. من حسین هستم و قراره توی این ویدیو از ساید ماشین دسته دوم کیفیت بالاتر صحبت بکنم. سلام، من عاطفه هستم و توی این ویدیو قراره از ساید ماشین صفر با شما صحبت کنم. خب چرا به نظر شما ماشین صفر بهتره؟ ببین وقتی یه ماشین صفر میگیری خیالت راحته دیگه، نگران این نیستی که حالا این ماشین قبلا تصادف کرده، نمیدونم رنگ داره، موتورش تعمیرات سنگین داشته، نگران هیچ کدوم از اینا نیستی. نمیدونم کیلومترشو کم کردن، چپ کرده، کفش آفتاب دیده، هیچ کدوم از اینا دیگه نگرانیت نیست. خب ببین کفش خدا دیگه توی ایران دیگه همه این اتفاقا میفته. ببین در مورد حالا اینکه ماشین چه ایراداتی داشته و نمیدونم آفتاب سوختگی داره و فلان و اینا، به نظرم من موضوع کم اهمیت تریه نسبت به اینکه کیفیت یک ماشین بخوایم بررسی بکنیم. ببین مثلا شما با یه بودجه مشخصی بخوای چه میدونم کویک نو بخری یا اینکه مثلا پرشیای دسته دو بخری یا چه میدونم مثلا حتی سمند یا ماشینای توی رنج بهتر، قطعا کیفیت موتوری، کیفیت نمیدونم اتاق، بدنه، همین خیلی چیزای مهمتریه که باید به نظرم لحاظ بشه تا اینکه حالا ماشین چه میدونم تعمیر شده باشه یا نشده باشه. بعد شما اینو قبل از خرید به نظرم چک میکنی. وقتی که میخوای ماشین دست دوم بخری همه اینا رو چک میکنی و سعی میکنی ماشینی که معقول تره رو بخری و اونجوری نیست که همه ماشینا مثلا چپی باشن یا آفتاب سوختگی داشته باشن و اینا. به نظر من منطقیش اینه که ما بیشتر به کیفیت و موتوری ماشین و در واقع لوازم جانبی که توشون استفاده میشه و ایناشون رو استفاده میشه. اولا آفتاب سوختگی نه، کف ماشین آفتاب دیده یعنی ماشین چپ کرده. منظورم حالا اونایی که رنگ سقفشون نم صندوقش اینا رو بعضیا میگن. ببین این درسته ها، ولی توی شرایطی که تو خیلی خیلی حرفه‌ای بیای همه چیز رو بررسی کنی، حتی مثلا تیم‌هایی هستن که تازه پول میگیرن و اینا رو حرفه‌ای بررسی میکنن، پس نشون میده که کار هر کسی نیست این بررسی‌ها. بعد حالا ماشین دسته دو با اتاق بهتر خریدی، مثلا به فکر خودت با موتور بهتر خریدی، یه مقدار راه میری وسط مسافرت میبینی مثلا موتورش میاد پایین، یه چیزی رو متوجه نشده بوده، یه سری تعمیرات مثلا ماشینو به موقع انجام نداده بوده، سرویسش به موقع انجام نشده، نمیدونم حتی کارهای معمولیش رو درست انجام نداده و باعث همچین اتفاقی شده. ولی وقتی ماشین تو صفر از اول دست خودت بوده، تمام تعمیرات منظم انجام دادی، البته اگه آدم منظمی باشی حداقل خودت میدونی چی کار کردی با اون ماشین، نمیدونم موتورشو چک کردی، روغنشو چک کردی، همه اینها رو خودت چک کردی، خودت در جریان کارهای اون ماشین هستی. ولی وقتی ماشین دست دو میخری هر آن ممکنه یه شوک تعمیراتی بهت بده. ببین شوک تعمیراتی آخه بستگی به ماشینه داره، یک بستگی به خریدار داره، دو و بستگی به اون کسی که در واقع اونو بهش میدن به عنوان مکانیک اینا چک بکنه چقدر آدم مطمئن و امینی باشه. اینام هست. معمولا اگر شما چند تا اصل رو برای خریدن ماشین رعایت بکنی دچار این داستانا خیلی نمیشی. یعنی مثلا موتور ماشین رو نمیدونم رنگدار بودن ماشین و اینجور چیزا رو معمولا چک میکنن قبل از اینکه معامله انجام بشه. وقتی که این اتفاقات بیفته خیلی دردسر نداری. و یه سری مسائل دیگه هست، مثلا شما ماشینی که در واقع داری میخری چون کیفیت موتوری و ایناش بالاتره، قطعا خرابی‌هاش هم دیرتر و کمتر خواهد بود به نسبت حتی ماشین صفری که میخری و ضعیفتر از لحاظ موتوری و بدنه، خیلی آسیب پذیر هستن. ولی ما چون فکر میکنیم که نوعه میگیم که خب اوکی اینو از بخره، میدونی چی میگم، انگار ظاهرش ما رو گول میزنه که نه، ولی در واقع باطنش حساب بکنی از لحاظ قدرت موتور، از لحاظ کیفیت بدن و خیلی چیزهای دیگه خیلی به نظر من بعداً میتونه اذیت کننده باشه. یه مسئله مهمی که هستش برای ماشین دست دوم و ماشینای نو بخوایم مقایسهش میکنیم قیمتشونه. افت قیمتی که ماشین نو پیدا میکنه ماشین دست دو پیدا نمیکنه. وقتی که شما ماشین نو از کارخونه تحویل میگیری
افت قیمت عجیب غریبی رو تجربه میکنه، در صورتی که ماشین دست دو افت قیمت رو پشت سر گذاشته و شما داری دست دو میخری دیگه اون افت قیمت رو بعد از این که بخوای بفروشی نخواهی داشت و این به نظرم خیلی آپشن مهمی هستش برای افرادی که میخوان. ببین اینو که میگی آره خیلی حتی اصلا قدرت بیشتر نه دوست دارن مثلا ماشین لاکچری تری سوارشن، میگن همین پولی که داریم میدیم به ماشین صفری که یه مقدار مثلا کلاس کاریش پایین تره میدیم ماشین لاکچری تری سوارش میشیم. ولی میخوام بگم حتی تو این موردها هم خیلی موارد هست که سرشون کلاه رفته. یعنی مثلا میبینین که برای اینکه قیمت ماشین دست دو رو بیشتر کنن اومدن کیلومترش رو کم کردن. حالا میخوام بگم این تو خیلی از کشور دیگه هم اتفاق افتاده ها، ولی خب توی ایران متاسفانه بیشتر اتفاق میفته. یا اصلا تو در جریان نیستی که اون شخص چی جوری ماشین رو نگه داشته. الان که به تو داده سالمه ها، ولی نحوه نگهداریش یه طوری بوده که عمر خیلی از قطعات رو کم کرده، عمر موتور رو کم کرده. ولی تو وقتی از اول ماشین دست خودته، مخصوصا اگه آدم حساسی باشی، خیلی خیلی راحت همه اینا رو میتونی کنترل کنی. ماشین دست دوم شاید بگم اشخاصی بهتره که همچین کار بکنن که واقعا بررسی میکنن یا اصلا خودشون سرشته این کار رو دارن، مثلا مکانیکن یا یه گروهی دارن که این قضایا رو بررسی کنه. در غیر اون صورت برای افراد عادی من فکر می‌کنم که ماشین صفر گزینه بهتری باشه. به نظر من نه. ببین حالا اینکه مثلا گفتم شما معمولا آدمایی هستن که خودشون هم مکانیک نباشن، مکانیک آشنا دارن و اون مکانیک آشنایی آدم درستی باشه به نظر من میتونه تو این زمینه کمکشون بکنه. و مسئله‌ای که هست شما وقتی ماشین رو می‌خری برای چی می‌خری؟ برای اینکه سواری خوب داشته باشه دیگه. وقتی که ماشین کیفیت بالاتر سوار میشی، اصلا نرمی ماشین، نمیدونم راحتی ماشین، میتونی بهتر میدونی استفاده بکنی با کیفیت بیشتر، اصلا رانندگی رو لازم میفهمی چقدر فرق داشته. میدونی چی میگم؟ و اینا خیلی نکات مهمیه که شما میتونی مثلا توی ماشینای دستی با همون قیمت ماشین بهتری رو سوار شی. همونجوری که خود گفتی، حالا یه بخشش لاکچری بودن و قشنگتر بودن و این داستاناست، یه بخشش واقعا راحتی اون ماشین است. مثلا یه سری ماشینا حالا اصطلاح ماشین بازار مثلا ماشینای ژاپنی میگه مرگ نداره، خب اصلا خیلی کم پیش میاد سمت تعمیرگاه بری، چون که هم قطعاتش خوبه هم اصول تره. میدونی چی میگم؟ تو ماشینای متاسفانه داخلی که ما داریم و حالا بخوایم صفر بخریمشون واقعا داستانای عجیب غریب‌تر و بیشتری داریم که به چشم میاد وقتی که میخوای رانندگی بکنی. خب راستش من اون چیزایی که تو ذهنم بود رو گفتم، حرفای تو رو هم شنیدم. باز تصمیم با بیننده های عزیزمونه که ببینن که با توجه به خصوصیات شخصی که خودشون دارن برن سراغ این که ماشین صفر بخرن یا ماشین دست دو. تو اگه نکته خاصی به نظرت هست بگو. نکته هم بگم و جمع‌بندی بکنم، اینم هستش که ماشینای دست دو رو وقتی شما میخوای بخری رنج انتخابی خیلی بیشتری داری. خب یعنی مثلا شما میخوای ماشین دست دو بخری، با توجه به مدل‌های مختلف، رنگ‌بندی‌های مختلف و حالا در واقع مدل چی میگن تنوع ماشین‌های مختلف، خیلی دستت بازتر برای انتخاب کردن. و یه مسئله دیگه مثلا یه سری آدم کلاسیک بازن و یه سری ماشین‌ها دیگه از یه تایمی بعد تولید نمیشن و شما برای اونجور دسته از آدم‌ها هم می‌خوای در نظر بگیری ماشین دست دو انتخاب بهتریه. در مجموع به نظر من کیفیت موتور و بدنه و اینجور چیزا خیلی بهتره و حتی استرسش هم کمتره. شما نو بخری یه خط و خش ریز آخه نکته‌های چون همه اینا رو گفتی. نه اصلا میخوام بگم که شما ماشین نو بخری یه خط و خش ریز بیفته کلی دلت میسوزه. ماشینی که دست دو خریده باشی و خط و خش هم داشته باشه اینجوری نیست. به نظرم ماشین دست دو و کیفیت بالاتر خیلی مهم بهتره و برای خیلی مهمتره که ماشینشون سواری بهتری داشته باشه و کیفیتشون بهتر باشه. در نهایت هم این چیزهایی که من و حسین گفتیم نظرات خودمون نیست، ما از ساید این اشخاص داریم صحبت میکنیم. اگر شما هم تجربه دارید خوشحال میشیم که کامنت کنید و با ما این تجربیات رو به اشتراک بذارید که موضوعیه که شاید ما خیلی از چیزاشو بررسی نکرده بودیم در مورد ماشین‌های دست دو یا ماشین‌های نو و شما به ما بگید و این تبادل اطلاعات هم به ما کمک میکنه هم به شما عزیزانی که در واقع این ویدیو رو می‌بینید. خوشحال میشیم حتی تجربه‌های شخصیتون رو هم با ما در میون بذارید که ماشین صفر یا ماشین دست دو چه اتفاقاتی یا چه مشکلات یا چه خوبیایی برای شما داشته. این ویدیو رو برای افرادی که به نظرتون لازم دارن بفرستین، ما رو لایک کنید، سابسکرایب کنید و در نهایت خدا.